السلام علیکم خوانندگان، طالب علمان و محصلین، آموزگاران گرامی. شما در صحیفه رسمی آموزگاری فن متمتیک منوچهر شهاب‌الدین قرار دارید. صحیفه مذکور بخشیده به دستگیری خوانندگان مکاتب میانه، لیسه ها، کالج ها و مکاتب عالی بوده. مقصد یگانه آن انکشاف همه‌جانبه علم و معرفت، مخصوصا در ساحه علم‌های دقیق به شمار می رود. به کانال مذکور آبونه شوید، فکر و ملاحظه های خود را عاید این لایحه نویسید و سهم خود را برای رشد معارف در وطن عزیزمان گذارید. اکنون همراه شما مسئله رقم 144 را از مواد مرکزی ملی تستی دیده میبریم حل آن را انشاءالله. شرط مسئله چنین است: رادیوس های 3 کره 12 سانتی متر، 16 سانتی متر و 20 سانتی متر. رادیوس کره را یابید که حجم آن به حاصل جمع حجم های این 3 کره برابر است. خوانندگان گرامی، شما از کورس استریومتری وقتی که صنف 11 بودید میدانید که حجم کره با فرمول 4/3 پی ار کوب یافته می شود. همه خیلی اکنون برای هر یک کره حجمش را میابیم. برای کره رادیوسش 12 سانتی متر وی 1، برای کره رادیوسش 16 سانتی متر وی 2 و اینچنین برای کره رادیوسش 20 سانتی متر وی 3 را میابیم. بگذار وی حجم کره باشد که به حاصل جمع حجم های کره های داده شده برابر است. و برابری و 1 جمع و 2 جمع و 3. از طرف دیگر حجم کره کلان ما اگر فرضاً رادیوس کره کلان را ار گوییم و برابری 4/3 پی ار کوب می شود. اکنون این افاده ها را برابر کرده می یابیم که ار کوب برابری 13824 سانتی متر کوبی است. از اینجا خود ار را می یابیم. برای این از هر دو طرف ریشه درجه سیوم میگیریم. ار برابر 24 می شود. جواب رادیوس کره کلان ما 24 سانتی متر است.